فرق بین این روزه هندوستان و از گالندیا در چی است؟ گالندیا کلانتر است، مایده. پروازها ایده. هندوستان دست کن، ولی تو سیزده کن. گالندیا ایده. این از گالندیا هست بله؟ از خطای کدوم است؟ خطای منم این یعنی که روزه خطای است. یک ساید گیرده. خوب همین توجه مردم چخیل است؟ مثلا کدام گل در بیشتر توجه دارن؟ این گالندیا کی بود؟ این که طلبات بر روزه گالندیا بیشتر است. خوب بعد یک چیز دیگر است که مثلا صدبرگوی توجیکی برای چی نیستن مثالی که حالی وقتش نشده وقتش باید تویستان نمیشه ولی وقتش نمیشه فقط روزه مثلا توجیکی از دیگر کشورها یکون فرق دارد مثلا فرق دارد فرقش در چی است مثلا بویش یکون خیلی فرق دارد یا اینکه مایده تر میشه توجیکی بو دارد این گالندیا کلانتر